از جمله مواردی که بر یادگیری و جذب دانش آموز در کلاس درس و تمایل اون به فعالیت‌های درسی تاثیرگذار هست، تکالیفی است که به دانش آموزان ارائه می‌دیم. بر اساس پژوهش‌ها مشخص شده که از پایه اول بر اساس یک مدت زمان که در توان دانش آموز باشه، بایستی تکالیفی که به دانش آموزان ارائه میدیم برای پایه اول در قالب 10 دقیقه تنظیم بشه و دانش آموز بتونه در اون 10 دقیقه تکالیفش رو انجام بده و برای پایه‌های بالاتر برای هر پایه 10 دقیقه رو اضافه میکنیم تا پایه 12، یعنی پایه 12 به این ترتیب میشه 120 دقیقه، پایه ششم میشه 60 دقیقه و این رو به این شکل پس در نظر بگیریم و تکالیفی که ارائه میدیم این رو خودمون بررسی کنیم، ببینیم توسط دانش آموز در مدت زمان مشخص برای هر پایه قابل انجام هست یا نیست.